انصاف‌پذیری هدایت برنامه 93 مهندسی نقل شهدا تیم لازم احتمالاً نسخه دوم از این هستش یا به بخش دوم این کتاب است. حالا این در 140 صفحه نوشته شده. حالا ببینیم آیا میتونیم به هر کتاب خطی هستش. حالا من این کتاب رو به گزارشی چی می‌ذارم این بیش از این چیزی میشه که زیادتر قدش بزرگ، قدش خیلی بزرگتر از بزرگتر از این کتاب یه جلوه صحبانی داشته نشون میده که یه مدرسه در جلد داره و در سطح کلیدها بهتر میشه. اینجا پارسی رو میبینم، اگر پارسی باشه تو نخواهد چرا که دست سانده کی اون حسابی کی و بطال و فلسفه و پنراب زمان. حالا این کتاب رو هم نگاه می‌کنیم مثلا بعد هم ببینیم که اگر فارسی باشه اگرش رد بکنیم و زمین بند داخل رو روی خطر همگی بکنم و از این آهنگ چون در این به از این رفتن فارسی تو بکنیم سر رو من بکنیم سلده هست بگیم چی میگه داغدار ممکنی داشتید هرشیدن میگه از این کتاب رو از این کتاب رو هستن ازش سر نظر کنی و ما اینجا یک داویج کی هست استوری بلا محمد حالا بذارید این چی هست گالیکا احتمالا
930 سال پیش داوری شد. Edip sayılı abi sanu bağıracak 8 bağıracak mürekkep edip در 8 باب کتاب رو مرتب سرهم کردید اخبار تبدیلی و تصفیه عمومی اسمش هم گذاشته اخبار مکه تصمیه عمومی و نامگذاری شد اصلی اسم کلمه عربی هست عمومی اسم اصلا کلمه عربی هست ما در ترکی آد داریم آد به جای اسم آد داریم آده سنی آده بلون آده دیوانون آده آلمانون آده اینها همش آد اسم کلمه عربی هست در پشت نام هم دارم ولی این تصمیه علمی والله الموفق الله یادینجور باب اول این باب حالا باب ها میگیم خلاصی باب ها بکنیم به میگیم باب اول مکی شرفنین زیده و اصابیم و کسی بیانونده باب اول کتاب درباره اماکن مکه هستش و اطراف حوزه مکه مشرفه حوزه یعنی از جغرافیایی در کجا هست اسامی متبرکه اسامی که اونجا متبرک هستن این دو بارک هستن باب ثانی بنای کعبه مشرفه بیان این قانون کعبه رو که با چگونه و چه کسایی در رابطه با ساخت کعبه مشرف هستش خودی کعبه خود نیستان میگیم کعبه به جهادیش در عرض کعبه میگیم که هم فرزید هستش باب ثالث مسجد حرام جاهلیت نهال میره علوم سالن زیاده و کنسی علمت بیان می‌کنه باب سوم در مورد در دوران قبل از اسلام به هیچ جاهلیت گفته میشه به نظر من خیلی اقلانیت در حاکم دیدیم دموکراسی انسانیت عجیبی در اونجا رواج داشته که سابقه هنوز هم بشر به مرحله نرسید من میگم بیچاره احترام این نظر شخصی من هست ببینید در جامعه‌ای که به خاطر من یک دختر بچه من ببینید که این دختر بچه وجدان جنگ عرب‌های منطقه به قدری آزرده میشه که این نوع به عنوان سمبل نگه میداره برای سالهای سال با همین دونی ببینید در تاریخ تکرار خیلی تکرار نشد دشتری دختر یه نفر ظاهرا دخترش رو زندگی کرده به خاطر یه دختره و این به قدری عرب ناراحت شده از این کاری پدر که این رو به عنوان یک داستان بسیار شرمگین نگه داشت در این حال که میدونید یک خانه ساخته یک قرارداد اجتماعی گذاشته اون همه توانیدی که با هم جنگ کردن و خداهای زنده هم داشتن اون آوردن در اونجا توافق کردن که آقا اینجا بود جای مقدسی همه خدامون کنار اینجا بذاریم و خداهامون با هم نمیجنگن ما هم با هم نمیجنگیم به سر خداها بر سر خداهامون با هم نمیجنگیم نگاه کنید قبل از اون و بعد از اون در جوامعی دیگر که این داشته مسیحیت جنگیت و زرتشتی و مجوسی و هر چیزی که داشته با هم میجنگیدن ولی اون عرب‌ها خدایان صدها خدا رو میپرستیدن و صدها خدا رو در اون خونه در اون مشعب جا داده بودن ولی با هم جنگ نمی‌کردن به خاطر خدا اما به خاطر ممکن و شطور و آب و مال و منال و اینها با هم جنگ می‌کردن این وجود داشته در نتیجه قبایلی بوده که صدها سال با هم می‌جنگیدن اما باز هم یه توافق دیگری رسیدن
آقا جنگ درست، دشمنی هم درست، دوستی هم درست، اما این قرارداد اجتماعی باید با هم بند بشیم که در سال 4 ماه جنگ نکنیم. به هر دلیلی جنگ در این 4 ماه باید این نبرد 4 ماه در سال رو حداقل جنگ رو قدیم کنم بریم خودش ولی به این راه حلی بشه در 4 ماه 4 ماه سر هم نیستن ولی به هر حال اونجوری فرج واجد میشه ما برای جنگ ادامه پیدا نکنیم. ببینید ما الان هم یک چیزی نداریم در جواب بشریت در ما هنوز به هیچ توافقی نرسیدیم. آقا مثلا در ماه مقدم هست هست جنگ نکنیم نه اهداف این نیست این بود در میخواد اون باب 4 و توصیل علومت بیان داده. حالا گفتش که در دوره جهان چشم این مقدار در جامعیت به اسلام نیست جامعیت توضیح دادم که خیلی هم قوی بوده از زبانی بسیار بود زبان عرب در اون زمان امروز هم اگر شعرا و زباندانان عربی عرب اگر می‌خواهی که زبان کلمات کلمات نقش کلمه در جمله رو در بعد میرن از شعرهای قبل از اسلام استفاده و بعضا هم به قرآن استناد میکنن مسلمان میخوام رو حالا چه مسلمان دارم نمیدونم ولی این مسلمان ها من برای اینکه یک کلمه رو جایگاهش رو بگم برمیگردم به عرب بعد اینکه خود قرآن میگه که زبان عربی در اون مقطع که پیغمبر میگه که خداوند مثلا به نظر میاد من به زبان عربی قرآن رو میگم برای بهتر از زبان میگن واقعا تحلیل‌های مثلا ایران عرب‌ها در اون مقطع تاریخی جزو عرب‌های اهل سلسله بودن اهل اشغال بودن و سرزمینیش بود ولی می‌بینید که از نظام فکری چه جوابان استفاده می‌کنن چون که دین به نام اسلام رو می‌بینید نمون ولی اگر این طالبان درست باشه چند که به عرض این که مثلا در روش پس میده این جهانی در انگلیستان تبدیل از تبدیل بسیار پراکنده بی سواد اما چند خدایی کسی خدایی و از بشکل میدن این وقتش بهش آمدن حتی میشه اگر من به همچنین ثانیاً علاوه مسجد الحرام وصلش در جان بچشید بعد از این میگه توضیح بود ما پیام چگونه این اطرافش تن کردن وسعت دادن توصیل هم کلمه فارسی عربی هستش و ترکیش gelişlendirmek
بنا إمام إبن بعض الإسلام مواضيع به شریعت مواضیع به شریعت تحقیق دردی مثلا اصلی واسه ایجاد چیزی ابراهیم علیه السلام نبیت بودی یا اسمان حجری میرجع بدم تاج را تمام علامت الله از اسمان علیه السلام مشکل دیدم از این جبرئیل علیه السلام جبل ابو بکر صدق آن السلام زمان بفهمانه دیدی اما تاریخی که معلوم نیستش که چقدر چیزه خیلی ساده است چه براحت بعضی از کلمات مصادره این که همونطور که نظر هم تاریخی داشته و من با صادقی و کلمات خیلی آشنا نیستم بنابراین در بعضی کلمات مشکل داشته اما هم داشتن رو در اون قسمتی که خیلی خوش نمیست میتونستم بخونیم حالا بدون سب رو ببینید که سب چه خبره صفحه سب حالا البته بخوایم یک چنین صفحه رو بفهمید یک صفحه رو بحث اون سطر اون روند که ذهن باش یاد میگیرید که کلمات چه بخونه از ذهن قطع میشه باقی حالا من که اینجا من نقطه قطعه الان این رو دارم میتونم شروع بکنم به خواندن این باره حالا این اولش جیده نمیبینم ایدرش کی ما آجزی بیریده امراضی بیبندر امراض ازاره بیلید بیفتره ایوکلی آنن اشتی نکبسیده ایجابی یا در این انشاء اجماع تقسیم‌دار بهشتی عطیه موضوع این سهادن بیرجک رنگی
حقیقت سنبه می‌بیند بلد دین عملی تنسیقی نظر عملی قول معا سیر درکن این درسه نحوه سلبی نحوه سلبی دی محمد سلطه یادر تقول علی اونیا آندن را bir olsa da nahla bir nabi ul nabi pada memang hasil dalam ini kita tahu dalam hasil tempat bahasa arti berjalan mualif di mana dosen boleh anjing sampai دیگه که چه خبره از اینکه علی از واقعا بلدی بعضی احمدی مبتمه که اسم ظاهر دو ترجمه ده اسم ظاهر الله اول سنه آشیده موسنه dan sani آشده سنه دهم سنه آشده دو سنه و اقایدن حالا اینجا چیز میشه سال دهم و دو سنه و اقایدن اولی یه پاراگراف میده بخشی از صحبت میده اینجا سال دهم و حوادث مربوط به این سال عدیه سالم و فدکی دوبی و فدکی یلبخی یعنی و انتی Itu kalau saya itu tuh itu pada on ya arti atau arti jangan terus itu tapi bagi anda teknik ini dari rason dan teknik این اتمسفر درست نیست و معلومه که مشکل مثل همین فلسفه اولیه و مثلا عینی که واقعا آن هفته‌ها فاصله هستی میشه یا مثل ابرهای عینی که ده‌ها قبل برای هر امام وجود داره
ده‌ها نه حداقل 3 تا فرد قابل عقیده زینب مثلا هست. یکی در مکنونایی که من می‌بینم در مصر هست، از این یکی در سوریه بود که بالا گفتن بوده، اخیراً گفتن زمینه در اونجا هست، دیگه من به نظام سیدنا هست. و یکی مثل در افغانستان اگر اشتباه نکنم، حالا اینها خواهی ذكر إلى مسلم في حجة الوداع حجة الوداع هذا داعي ينزل حجة الوداع ده تكنيشيا تحقيق أساس الله أساس الله عليه وسلم اللغة سفر سفری حالا مبارک سفری dirinci çasta hukukların azları o çiftçi dilinde gidişatı bilgi آخرتر انتقال می‌گیرد. حالا اینجا دوشنبه از کجا اومده و وارد این بحث شد که این آدم روش رو احتمالاً این بعدا که کسی اون چیزا رو می‌نویسید این دوشنبه رو وارد کرد. یعنی من بعد قبلا گفتم تقدیر برسید اتفاقی که آدم بتونه این تحقیق‌ها رو در بده این فقط اینجا یکی از اونها نظر من بودید وقتی که در عصر تا رضا شاه بگیرید تا رضا پهلوی دوشنبه سه‌شنبه نبود دوشنبه سه‌شنبه جدیدی اسم اون تاریخ هفته حالا شاید بتونیم پیدا بکنیم من بکنم که چی بوده اسامی اصلا ما دوشنبه سه‌شنبه ندارن که دوشنبه سه‌شنبه ندارن اینقدر ما رو احمق فرض کردن سیستم هفته هفت‌روزه اینا توسط بابلی‌ها خب ممکنه که هفت‌روز برای اسمش که نه معرفی توسط یهودیان بودن حالا اون زمان اصلا ایرانی وجود داشت دولتی وجود داشته یهودیان وجود داشتن اینا احتمالاً من به خودشون یهودی ما داریم که یهودی نبودن. Gardez votre Toyota au sommet de sa forme avec l'entretien régulier. Faites l'entretien de votre Toyota tous les 6 mois pour 8000 km et ayez l'esprit en paix. Votre véhicule sera fin prêt pour votre prochaine aventure. حالا از زبان خودش استفاده کرد که سیستم هفته رو بده داشتن در حالا بده این در ما قرارش ببینید که در این بومیه حالا بعدا از این تولید میشه واقعی هم به مثل زمان زمان و این همچون برای این مشاهدات هر سیسلالی شناخته شدی در زمان به روشی به اسم بر اساس گذاشته حالا درود به فرهنگ‌های دیگر هم که این سیستم چقدر توسط سایر تمدن از جمله یهودیان، ایرانیان و یون
نکنید ما پیکنیک‌ها حتی دام‌های چهار هفته از دام‌های چهارگانه قومی فرهنگی گرفته شده. این هر هم این جوانی هم عنوان یک دام نیستما استفاده میشه. اینجا ببینید حالا اینجا بوده از ماهای عملی گرفته شده. نام‌های که در زبان‌های این حالا اینجا میاد نام‌های هفته رو چیز میکنه. شنبه فارسی کی شنبه شده حساب می‌کنید. در واژه‌های یعنی هفته با شنبه شده در آخر ببینید در هر آیا این جمله رو هم حالا اساسامی روزها ترکیه آذربایجان ترکیه کیبر آلمان هست ارمنی و هنگری و سلافی شنبه ببین هفته احتمالاً که به سانسکریت احتمال میده یک شنبه دو شنبه این هم به سانسکریت باید باشه چون که اردو از اونجا میگیره اما بذارید ببینید شنبه این هست که فاقوزنده عربی از سب احتمالا یهودیش هم افقلی مثل شنبه هم چون بشه با سب بوکی جمعه دسته مثل آزاد باشه شنبه کشتو شنبی بوکی کلمانزی شمی بیست داده شمنه ببری نمیتونم بخونم ارمنی شروع کنم اردو هفته بلوچی گنجی گیلکی شنبه حالا این من میخواستم یه چیزی پیدا بکنی که این همین میشه در شنبه از چه زمان به شنبه بکنم از مشروطه به بعد این اسامی وارد چیز شد و اینجا کتاب رو که نشته بود من نچپونم اینجا رقیل اول وقتی که تا مشروطه تا که تبدیل رو تبدیلدم در اینجا اسامی واقعا اونا در همون حوالی هم مثلا تبدیل بشن تا اون زمان همه چیز بر اساس قمری هست و عربی هست شما دیگه نمیتونید مثلا یهو بگید که در ربیع الاول اون که بکه دوشنبه میگید در اجماعی و همین بدن ما نفسی تردیدن بدن از بگیم تا به بلزاهمین استفید تا بودن و اینجا سوا پیچیدی ترکیدی سیدا ابوزاده سیدا این باقیدن اختلاف علما باید چون بود میزن اونتی بودن حتی اکثر علما ربیع الاول چین میده دنشده سال اولان تا کم هستش اگرچه اجماع در مقابل وجود اما در علوم باید اشتباه و عیدی نسل دو کم از جمهور کلامگر شنبه حالا این در ترجمه کردیم دوشنبه حتما باید ترجمه قطعا باید ترجمه یعنی این کتاب رو اگر من بتونم اصلش رو پیدا بکنم میتونم سریع بخونم بگم که چقدر اومده مثلا در واقع اون چند حالا باید ببینیم میگه که معددن کم ترکیم اول کلامونده مثل شبه مشتبه این قبلت برون بود دقیق سفر دارها از نمی‌ها از فال علیها
تحلیلری اربعا جدیده بعضی واقعیت اربعا بودیده میشی اربعا یعنی 4 ببین اینجا نگاه کنید داره روزها رو اگه دقت کنید ببینید این کتاب داره دوشنبه چرا چیزه ببینید همینطور الان داره در میگه که ببینش در سال اگر چه اجماع در چه باید کنید اما اثنین میشنبه ببین اما اثنین گیرنده اونون میباوردیندن اشتباه و ادعا نسل زدو کیو کلچه بود کلامدن شبه بیم قطع علوم بوده تقییم قطع تالا بیم انسپلا مکیال تحمیلی اربعاتون نگاه کنید اربعای چهارشنبه الان جا که جسینده بعضی میباده که اربعه دونده نگاه کنید بر اساس صدا اربعه اربعا اینجا قلوشون و نمازداری حجری شرطی در رجوعی شرطی کرنده اما مستمر بینیش بود بعضی روایت مسجد شنیده بینیش بود رتبه کم؟ حالا اینجا کم؟ شیخ ساز رضی الله عنه حالا این شیخ چی بوده؟ شیخ رضی الله عنه نمازداری مسجد شنیده بینیش بود اجماعاً اینجی ندنی منوره میگید نمازی مسجد شنیده گلت نه بچه لکنی اولا اونی یک بودون که شخصی نمازی آندن جلوی این بقی حضرت صلی الله علیه و سلم نمازداری آندن جلوی از بلایت قالت بنا این بقی جنتن اوزه اولوی حالا خوشبختانه چیز رسیدیم و رنگه چقدر بوارتی رسیده درجه چند انتقام حالا آدم بدونید که عربیش مطور مقایسه چقدر چیز کردن آنده که بکن فقط میبینن حالا چی میشه صده چند تا باید میده چی میده بخاری و نسانیدن بر ویدیو کی رسول صلی الله علیه و سلم bir دوشنبه gene nigah کنید bir دوشنبه gününde mescid-i gelip ziyaret eder idi. Gah iade ve gah sevap İbn-i Ömer'den İbn-i Amr'den Resulullah Aleyhisselam bu sünnet üzere idi. Dahil İbn-i Al-Munkader Münkader'den Erbi'dir ki Erbi'dir Mürselen ve Müttesilen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ki var hidayet gelip ziyaret biledi ve merdidir ki merdi gelip hidayet şudur. Merdi için Emir-i Muhtemelen Ömer ve Allah'ın دوشنبه و پنجشنبه نگاه کنید دوباره تغییر بود میگه اولی کتاب اونجوری گفتم حالا بود که اصلا اینو برمی‌گرده میگه یعنی اول کار عادت کرد و که وارد کرد همه رو این دوشنبه رو ما می‌گیم حالا من این بیگاه کنم این شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه عقد کمی فرهنگ علمی هست فارسی نیست پنجشنبه تو باید گلب زیارت eder bir ahli ibaden kimseler
ورودی حق تعالی از این چیزی تقدیس تقدس تقدیس تحقیق این عربیش اجمالا این یه حد عربی یعنی لطسان که نفس لطسان تحت بودی سربتون گردن حق تعالی حقی چیزی نفس یعنی تحقیق ولی چی کنیشه یعنی نفس یعنی چون مثلا تنین احتمال باشه نفس تنین تحت تصرف گردن گل رسول صلی الله علیه و سلم عبدالبکری رضی الله عنه اصحابی که رو آورسندن ایشون مسئول شب اساسی ایشون ağır ta ağır taşlar döküldü. Götürüp mübarek ellerinde bazı esas koyup Zebret Aleyhisselam tahmin. Falan. İnan tarafı da hastır. Kitap sade hasta zamanı Türkiye hasta şarap tepki. به نظر من تحقیق فوری خب ولی یعنی این آدم کتاب اومده از درون اصلا دوشنبه و سه‌شنبه همون شد دیگه از اینجا معلوم این آدم کتاب رو تحریف کرد فارسی مورد یک کتاب عربی کرد اما حتی بدم حالا بریم صفحه آخر بکنیم و این صفحه برنامه‌ریزی میشه این تا صفحه بحث این آقا جلد حالا الان جلد کتاب چی نفتش حالا کتاب مثل دفتر را میکنم ببین کتاب هست میکنیم توی جلد دو طرف جلد در گذشته ما می‌بینیم کتاب رو خیلی می‌بینیم اینجا این جلد سمت راست خیلی بزرگتر شد این اینجا مثل چیپ می‌مد اینجا رو بی‌باز که اینجا خاک نکنه اول خیلی بیرونی نمی‌سی بیرونی و از این نره نا سازون ها واردش نشد مقدس و یکی اونجاست میاد بیفته و مکتوب طرف بعد اینتها صفحه آخر من از این زشت بکنم صفحه آخر بگیریم و همون فوجا بعد این بابو گل را کرد را میکرد والدی مرحوم دقیق است سبا و نابودن زندن و مجبور عزیز جنسیدن وارد و کودن سرده گیرگیری بود بزرگ اشارتی مجلس نه جاز اگه آنون ادامه کنبیا هم بوده کنبیا هم بوده این آو آده وجود بگیم دلدی مانزرانه این یو سقامی خاطر داخل اردوده انجلیس این انجلیس که عزیز قال
Bana kötü. Ahireti kötü. Sağlıklı gitler kötü. Geçip feda olduktan sonra farklı teklere geldim. Kendi yüzünü benden bulunmak yağmurdu. Ben burada bir tank muhaseba edip merhum eder kâhine rafik oldum. Hatta İslam'da ben seni 950 tanrıyla gönderdi ve zindeden alet ve valideyle falsi kendisi ki ve hepimizleri falsiden dediği bir bilmez miydin? Bakın اینجا چه مشخص شد چرا زبان فارسی وارد چیز کنه چون فارس بوده این به غیر از فارسی چیزی نمیشه حالا چطور در مکنه منبره که دنیا میاد میگه که نامتوان مکنه منبره دست سنگی تو انتی تاریخی در مکنه منبره در سنگی در مکنه و انجام روکسن تو بیش انتی 950 سال دیگر آندردن زمینه در مدینه دولت متولد شده والد و والدینی و فارسی دیدن زندگی با پدر و مادرش فارسی بکنن و عقید و خودش بوده فارسیدن قیدی مثلا چطور تو عربستان تو مدینه فارسی به غیر از فارسی چیزی نمیدیده روز رو داره رابطه کتاب دیگه الگی گردن سنده بعد از 50 سال همه شده این 50 سال میگه که این خریدی بکنه با بچه ها بازی بکنه بره درس بکنه نمیدونم بره با مردم بازار رو بگیم ما کجا با بازار همسایه ها ما میره یا استفاش نمیکنه دوست نداره این آدم دیدونه تنها الگی گردن سنده مردم بدن داره بقایه رگی بدون تو ضعیفه مکتبه با اون حالا بعد از چیزها در عمدیلی در تعلیق نگاه کنه بیرون رو میگیم چی داشتیم دلیل ده آها حالا چون یه چیزی گفت که به خیلی عمیق در گفت که آلده فارسی بسته ما همین در فارسی نمیدید نزیدی علیه دن سوزن و پدر داره بازاید حالا پدر رو هم که دوباره وارد کرد اصلا پدر در زبان ادبی نیست در زبان ترکی ددر یا آقای اینها به بابادی خیلی اینا رو به جهد این چیزا رو به خواب برن این رو به ذات پدر دار قضایه رحمت بدیم حالا مانا پدرش برکت صحیح مکتبه وارو حالا این بودش دیگه وارد مکتب شده نظام عربی مکتب تعلیمی حالا رفته مدرسه گیرمی چی داشتینه گلینجه که گیرینجه وقتی به دوستان میرسه وارد میشه ما قارونده دیدیم به اینجوری میگیم عربی میگیم آنجا sonra bazı Rumli gava karındaşlarına Rumli'nin korki dikkat bakmayın bu dönemi Rumli maniyiz bu aslında bir şey değil yani ihtimala vücut نداره bazı Rumli karındaşlarla ihtilaf edip fil cümle fikir tanımlıydı fikri خلاصه در اثر مرابطه با karındaşlar حالا işli bezinde etkisiz demekten murad üç mektep چرا این داستان رو گفتم سه دلیل اولا مثال گزیده کمال عظیمه الگویی بیان ندید حالا این که من زبان ترکی خوبیست میگی بیشتر یعنی کلمات رو اگرسون ترجمه نکردن سه شنبه رو پنج شنبه رو میگن که بعضی رو چبودن با دوستان میگوزیدی این میگم خب بیان ندوزی یا دیدار عربه دیگرونچی داشتن سنده حاصل بودن که نیزه اونسه جلک روشنده دلیل بildی نظر دیدیم نظر دیدی اهل المدر
استدلال میزد سلام میزد معصوم سیلت صاد یگانه هم سقیل المقیم المقیم آکل انوار این نظر شنیدنی هم نتیجه آنلری خیلی دعاتیده یا بدون و حقیقی یکی تقییب بوده سالسن ببینید حالا داره ثابت نکردن و سالسن حالا ممکن یه جاهای دوم و سوم رو گفته نمیفهمم سالسن حضرت میزن تمیز بود چیزی داره حالا این میزن بوریز نمیدونم حالا این چی بخونیم اینو قدس العزیز مرحوم والدی یک نظر دیده ارشاد میگه والدت در والدی دخیل آنها ملحق ایدمکن لا یبودون بل انقبلون من دار الفنا من دار الفنا موجبین بود حالا اینجا میگه یه حدیث داره یه مؤمنت و مزدک بلکه مهدیانت به آیت میگنه این الله و چی گفت این اصلا میگه وقتی المؤمنین یموتون مؤمنان میمیرن بعد میدونن میدار فنا از دنیای ثانی بیادار بقا منتقل میشن موجبین به معنی این حدیث این سخن نور لرندن حاصل دارن چی؟ او بیچاره در بیهی این مانده او بیچاره در بیهی دقیق وجود بشر بدن بشر بدن بیتارو وجود الهی مستقلق باری آخر گردن باری جارب کنو قاضی سیدیس مثال نبوده والله اکبر و بیهی که دم و استراحه العلم في خامس حالا در چه تاریخی؟ في خامس اللحظه الاخیره یوم الاثنین نگاه کنید دوشنبه نگفت اینجا یوم الاثنین مشهور سنه سحبه باشون پدر مطلب این کردن تا که پدرش میمیره ولی پدرش میفهمه مثلا مدینه حالا بگذاریم ولی از اینکه بگذاریم حالا چطور ساده روژیکتر بچه کلمه رو نمیستم میکنم ولی به نظر من بیشتر برای کتاب نوشم خیلی خوشحالم علوم
انگیزش رو موقع باشم سپه ماشین دوستان